سلام، نسیم هستم. سلام، من علی هستم. همونطور که شما میدونید امروزه گوشی‌های هوشمند دیگه تنها یک گوشی ساده نیستن که باهاشون SMS بزنید یا موزیک گوش بدید یا فقط تماس بگیرید. امروزه گوشی‌های هوشمند نقش یک کامپیوتر کوچیک رو بازی میکنن که شما میتونید با استفاده از اونها توی شبکه‌های اجتماعی عضو بشید، ایمیل بفرستید، توی فرم‌های مختلف عضو بشید و در واقع نقش یک کامپیوتر رو برای شما بازی میکنن. استفاده از تکنولوژی خیلی لذت بخشه. همونقدر که گوشی‌ها پیشرفت کردن و میشه کارهای خیلی زیادی باهاشون انجام داد، باید بدونیم که خیلی هم حساس شدن. یعنی اطلاعات و داده هایی که روشون قرار میدیم امکان داره محرمانه و حساس باشن. پس باید از اونا مراقبت کنیم وگرنه به ما صدمات زیادی وارد میشه. گوشی‌های اندرویدی امروزه خیلی رشد خوبی داشتن و توی ایران هم تقریبا کاربرای زیادی دارن. سیستم عامل اندروید اوپن سورسه، یعنی منبع بازه و به همین خاطر دست سازندگان اپلیکیشن رو باز میذاره برای ساختن هر اپلیکیشنی که میخوان و اون رو توی گوگل پلی قرار بدن و همین هم باعث میشه که هکرها بتونن این اپلیکیشن ها رو هک کنن و مورد حمله قرار بدن. پس از همین جهت امنیت اندروید و گوشی‌های اندرویدی بسیار مهمه. در این برنامه میخوایم مواردی رو درباره امنیت اندروید به شما یادآوری کنیم تا به این وسیله بتونید امنیت گوشی‌های خودتون رو بالا ببرید. برای این کار یک گوشی رو به صورت مثال انتخاب کردیم، گلکسی S4. اولین کاری که در گوشی‌ها باید انجام بدین گذاشتن رمز ورود هستش. این موضوع خیلی اهمیت داره. اگر برای گوشیتون هنوز رمز نگذاشتین، خیلی سریع این کار رو انجام بدین. از 3 روش هم میتونید استفاده کنید. میتونید از روش پترن، پین یا پسورد استفاده کنید. شایع ترین راهی که وجود داره پترنه و خیلی ازش استفاده میکنن. فقط باید حواستون باشه که پترنی که میذارین رو فراموش نکنید، چون ریکاوری کردن اون خیلی سخته. برای رمزگذاری میتونید توی دستگاهتون در بخش تنظیمات سکیوریتی به دنبال اسکرین لاک باشید و اون رو ست کنید. مثلا برای سامسونگ گلکسی S4 اول به settings میرید، بعد my device رو انتخاب میکنید، بعد هم به قسمت لاک اسکرین و بعدش اسکرین لاک میرید و روش مورد علاقتون رو انتخاب میکنید. توصیه دوم به شما اندرویدیای عزیز اینه که اپلیکیشن هاتون رو از فروشگاه‌های معتبر بخرید. یکی از این فروشگاه‌های معتبر گوگل پلی هست، به این خاطر که سیستم چک کردن اپلیکیشن داره و نسبت به بقیه فروشگاه‌ها معتبرتره. یک فروشگاهی هم هست به اسم بازار توی ایران که این فروشگاه هم معتبر محسوب نمیشه و ممکنه اپلیکیشن هایی که داره تقلبی باشن. پس بهتره اگر میخواید اپلیکیشنی رو بخرید از همون گوگل پلی استفاده کنید. یکی از مهمترین نکاتی که اکثر کاربرا فراموش میکنن و اونها رو به مشکل میندازه اینه که از گوشیشون بکاپ بگیرن. شما خیلی راحت میتونید از گوشیتون بکاپ بگیرین. کافیه اون رو به کامپیوترتون وصل کنید و از این راه خیلی ساده و راحت از فایل ها، عکس ها، تمام فیلم ها و موزیک هایی که دارین و هر چیزی یک بکاپ بگیرین. یه راه دیگه استفاده از اپلیکیشن هلیوم هستش. اپلیکیشن هلیوم اسم قدیم دیگه‌ای هم داشته به اسم کربن. اپلیکیشن رو باید نصب و اجرا کنید. هلیوم از شما میخواد تا به کامپیوترتون وصل بشه. در مرحله بعد باید ویژگی USB دیباگینگ رو فعال کنید. برای این کار اول به settings برید و بعد توی قسمت about phone 7 بار روی build number بزنید. حالا به بخش developer options برید و USB دیباگینگ رو فعال کنید. توی مرحله بعد باید نسخه کامپیوتری هلیوم رو نصب کنید. برای این کار باید به وبسایت کلاکورک مود برید و اون رو دانلود و نصب کنید. حالا با اجرا کردن برنامه هلیوم روی کامپیوترتون و شناسایی گوشی میتونید نرم افزار مورد نظرتون رو چک کنید و ازش بکاپ بگیرید. نکته بعدی اینه که نسبت به آپدیت حساس باشید. هدف از آپدیت کردن اینه که سازندگان بعضی مواقع با آپدیت کردن اپلیکیشن ها مواردی که مشکل داره و به قولی مشکل امنیتی داره رو برطرف میکنن. پس شما باید حواستون باشه که هم سیستم عامل اندرویدتون و هم اپلیکیشن ها رو به روز نگه دارید. برای اینکه از آپدیت بودن نسخه اندرویدتون مطمئن بشید باید اول به settings برید و روی more کلیک کنید.
حالا وقتی روی About Device میزنید میتونید سیستم آپدیت رو ببینید. برای آپدیت اپلیکیشن ها هم بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که تنظیم کنید که به طور اتوماتیک آپدیت بشن. به گوگل پلی برید و دکمه منو رو بزنید و ستینگ رو انتخاب کنید. حالا گزینه اتو آپدیت اپس رو فعال کنید. باید روی سیستم اندرویدتون حتما یه آنتی ویروس مناسب خوب داشته باشین که از اطلاعاتتون محافظت کنه. خیلی از این آنتی ویروس ها علاوه بر این که مراقب این قضیه هستن، ویژگی‌های دیگه‌ای هم دارن، مثل کنترل از راه دور، پاک کردن اطلاعات از راه دور و یا حتی ضد سرقت بودن. چند تا از برنامه‌های آنتی ویروس اوست، کاسپر اسکای، نورتون، است، اف سکیور و آویرا هستن. حالا میریم سراغ تنظیمات بخش سکیوریتی گوشیتون. روی ستینگز که بزنید و به بخش مور برید، گزینه سکیوریتی رو میبینید. روی اون بزنید. حالا توی بخش دیوایس ادمنستریشن به این نکته ها دقت کنید. بهتر گزینه unknown sources تیک نخورده باشه، مگه اینکه به هر دلیلی نمیتونید از گوگل پلی دانلود کنید. در این صورت مجبورید این گزینه رو تیک بزنید. گزینه verify apps رو حتما تیک بزنید. روی change security level بزنید و گزینه های رو انتخاب کنید. روی security policy updates بزنید و گزینه automatic updates رو تیک بزنید و فعال کنید. یه نکته بسیار بسیار مهمی در مورد اندروید وجود داره، اینه که وقتی که میخواین اپلیکیشنی رو دانلود کنید، معمولا از شما لیستی از دسترسی ها رو میخواد. در واقع شما باید مشخص کنید که به چه چیزهایی اون اپلیکیشن میتونه دسترسی داشته باشه. اما موضوعی که وجود داره اینه که خیلی از این اپلیکیشن ها نیاز نیست به خیلی از چیزهایی که در گوشی شما هستش دسترسی داشته باشن. مثلا فکر کنید که یه اپلیکیشن چراغ قوه نصب کردین ولی میخواد به لیست کانتکت های شما دسترسی داشته باشه. پس برای این کار خیلی مهمه که قبل از اینکه دسترسی بدین این موضوع رو چک کنید و از طرف دیگه سعی کنید اپلیکیشن هایی رو نصب کنید که کمترین و مناسب ترین دسترسی ها رو دارن. هر سوالی که دارید با کارشناسای تواناتک در میون بذارید. میتونید از طریق وبسایت تواناتک یا فیسبوک، گوگل پلاس و توییتر این کار رو انجام بدید و سوال خودتون رو مطرح کنید.